مرکب مبارک شاهنشاه آریامه به جایگاه مخصوص نزدیک می شود. یگانا آماده باشم برای اجرای فرمان. همکنون شاهنشاه آریامه به برابر جایگاه مخصوص تشریف فرما شدند. امروز روز آذربایجان هست. آذربایجان خطه جدایی ناپذیر ایران به صورت آذرخوادگان، آذربادگان، آذرآبادگان و آذربایجان آمده است. رژه یگانهای شهربانی رو مشاهده می‌فرمایید. بعد از رژه دانشجویان دانشکده افسری شهربانی، گارد شهربانی رژه میرن. در دوره هخامنشی آذربایجان آتورپادگان نام داشت. آذربایجان خطه جدایی ناپذیر ایران در تاریخ کهن کشورمان نام خود را از آتورپات، سردار شجاع ایرانی و والی ایالت این خطه، در زمان حمله اسکندر مقدونی گرفته است. آتورپات این سردار شجاع توانست در تاخت و تاز اسکندر مقدونی این قسمت از خاک کشور ما را از تعرض یونانیان مصون نگه دارد و همین نام است که بعدها به صورت آذرپادگان، آذربادگان، آذرآبادگان و آذربایجان آمده است.